سلام بچه ها، چطوری؟ یه نکته جالبی که بخوام بهتون بگم، اگر رفتین یه خونه ببینین یا بخرین، حالا یا حتی هر کار دیگه، و اگر دیدین جانپناهش به این صورت کار شده، فرار کنید. اصلا وای نستید تو سر اون ساختمان. نشون میدم ساختمان نه ناظر داشته، نه مجری درستی داشته، نه اکیپ درستی داشته. این فکر کنم دیگه بدیهی ترین مورد در اجرای صراحی ها یا حالا جانپناهه. این دیگه قوانین میگه 9 تا 11 سانت حد اکثر فاصله ای که باید دوتا از هم داشته باشه هست. این قشنگ نیم متر فاصله داره. من نمیدونم چه جوری الان مهار کرده، حتی اینکه میلگرد کوبیده شده، چسب سنگ زده شده، اینا رو کار ندارم. آدم بزرگم از اینجا سقوط میکنه دیگه، بچه که هیچ. خلاصه میرین خونه بخرین یا ببینین، خیلی نکات باید رعایت ببینین و کلا دقت کنید. این یکی از اون موارده. واقعا از این جور خونه ها فرار کنید. نشون نمیده این نماش و این، یعنی یه چیز واضح این شکلیه. حالا بقیه چیزاش چجوریه معلوم نیست. مرسی ازتون.